بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم اکرم، سوری سوزی خوبی؟ سلامت باشید اکه تاجیک، بفرمایید. من بیننده همیشگی شما از تاجیکستان. بفرمایید برادر عزیز و گرامی، الله مطالبستون کنه. آقای انصاری خیلی شما رو دوست می‌داریم. سلامت باشید، الله مطالبستون کنه. بفرمایید. سلام من رو با تمام کارمندان شبکه جهانی وصال حق برسانید. علیکم و علیکم السلام. یک سوال داشتم. بفرمایید. یک سوالی از بیرون از موضوع برنامه داشتم. آیا بله. علمای اهل سنت داخل ایران با شما همکاری دارن؟ باشه، در این مورد صحبت میکنیم. خسته نباشید. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از برادر عزیز و بزرگوار، سوالشون جالبه. حالا بالفرض اگر همکاری داشته باشن ما میگیم در برنامه. بر صورت من مطلبی هست در رابطه با همین صحبت اکه تاجیکمون که دوست دارم این رو با هم ببینیم. این صحبت های جالبی هست. این آقایان کارشناسان این شبکه هایی که مدعی هستن ما اهل سنت هستیم که ما اونا رو اهل سنت نمیدانیم، اهل سنت ایران هم اونها رو اهل سنت نمیدانن. که گفته بود آقا ما نیاز نداریم از اهل سنت نمایندگی داشتیم. نه، شما جز وطن فروش های ایران هستید، جز صادرات غیر نفتی هستید، تشریف بردید اونجا و پناهنده شدید، ارتباطی هم به اهل سنت ندارید. اونهایی هم که با شما تماس میگیرن ما اونها رو هم خائن میدانیم به این. بله. حالا ایشون شیخ مفید زمان بود و در حوزه علمی اگر دوتا باشه در علم رجال یکیش ایشون بود و همه این القاب و صفات آیت الله بود و العظما بود و غیره. الان که دیگه واقعا کم آورده در مقابل این دروغ ها و افتراحاتی که پخش شده از این شخص، دیگه دست به دامان تهدید شده. دقیقاً اون صفت فرعون که اول گفت که بیایید مناظره میکنیم و خلاصه ساحرها رو جمع کرد و فلان کرد. بعد از این که حضرت موسی اومد و اینا شکست خوردن و دروغ اینا افشا شد و اینا مسلمان شدن، بعد از اون دیگه شروع کرد به تهدید که بله من میکشمتون، شما رو به صلیب میکشم و زندان میکنم و گردن میزنم و فلان میکنم. تواغیت همیشه این روششونه، باطل این همیشه روشه. وقتی که کم آورد در مقابل حق شروع میکنه به تهدید کردن. در مورد اینکه اهل سنت ایران ما رو اهل سنت میدانن یا نمیدانند، این فضولی به شما نیومده جناب آقای قزوینی. اهل سنت ایران الحمدلله خودشون عقل دارن، شعور دارن، میدونن که کی اهل سنت هست، کی اهل سنت نیست، که دوست اهل سنت هست، کی دشمن اهل سنت هست. و اینکه شما خائن میدونید کسانی که با ما تماس میگیرن، اینم برمیگرده به همون سیاست ارعاب و تخویف و زورگویی که سالها شما این کارو کردید. 36 سال دارید این کارو میکنید. حتی به دوستان خودتون رحم نکردید. نزدیکترین دوستانتون رو متهم کردید به نوکری آمریکا و اسرائیل و غیره، به کروبی و به موسوی و به اینایی که خدمت کردن. امروز تو اینجا نشستی، تو این شبکه دارید از قم برنامه اجرا میکنی. اگر موسوی نبود، حالا تو یکی از زندانهای عراق پوسیده بودید، اسیر بودی نزد صدام. همین موسوی بود که در اون دوره از تو و امثال تو دفاع کرد. من کار ندارم به اینکه کی بر حق بود که بر باطل بود. منتها امروز تو همین موسوی رو دشمن نظام و دشمن اسلام و خائن میدونی. جالب خیلی خنده داره اینه که نمایندگی از اهل سنت هم میکنه ایشون. ادامه کلیپ رو ببینیم. اونها رو هم خائن میدانیم به این کشور. هر کس باشه در اونجا و پناهنده شدید، در هر مقامی باشه، با این شبکه های وهابی، این 3-4 تا شبکه تماس میگیرن، برنامه برشون میفرستن، ما اینها رو خائن میدانیم. هیچ شک شبهه‌ای هم نداریم.
چون اینها واقعا وطن فروشن و اینها در دامن آمریکا دارن زندگی میکنن، در دامن صهیونیست دارن زندگی میکنن. اینها دنبال براندازی هستند، دنبال اختلاف میان شیعه سنی هستند، دنبال نابودی حکومت شیعه هستند، دنبال این هستند به یک نوعی درگیری میان شیعه و سنی ایجاد کنند. بله. تنها حرف راستی که در این سخنان وجود داره همینه که میگه که اینها در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند. ما واقعا در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی هستیم. این نظام کفری، این نظام شرکی، این نظامی که غیر از بدبختی برای ملت ایران و برای مسلمانان جهان چیز دیگری به ارمغان نیاورده، ما واقعا در پی نابودیش هستیم. همین کاری که ما داریم انجام میدیم، همین که چهره‌های واقعی افرادی که در اطلاعات این نظام کار میکنن و از اطلاعات این نظام پول میگیرن و شبکه راه انداختن، ما واقعا در پی نابودی شما هستیم. این تنها واقعیتی است که در این کلیپ وجود داره. حال براندازی هست، به فتنه‌گری میکنن. خب کسی که این شکلی هست، حالا گذشته از اهانت هایی که به ائمه دارن، به علما دارن، به بزرگان دارن، به صحابه دارن، اون آقایانی که با اینا تماس میگیرن حداقل ببینن این لاطائلاتی که اینها نسبت به بزرگان اهل سنت دارن، واقعا میارزه کسی واقعا با اینها تماس بگیره. ولی خب اینها اون وقتی که فضای آزاد میبینن، بعضی ها از این فضای آزاد سوء استفاده میکنن. وقتی حکومت میاد اینها را طبق قانون میخواد مجازات کنه، داد همه در میاد که آقا ای وای در ایران علمای اهل سنت آزادی ندارن، چنین کردن چنان کردن. شما آیا در داخل کشور عربستان سعودی شیعه ها جرأت دارند بیان با یک شبکه شیعی تماس بگیرن علیه دولت عربستان سعودی حرف بزنن؟ بابا در این بحرین این همه داره فتنه‌گری میکنن، این همه دارن سرکوب میکنن، این همه جنایت میکنن. آیا اگر یکی از این شیعه ها بیاد در یکی از این شبکه های شیعی یا شبکه های تندرو به قول شما حرفی علیه دولت بحرین بزنه، آیا دولت بحرین از کنارش به سادگی رد میشه؟ حداقل شما از این فضای آزاد این همه سوء استفاده نکنید، خجالت بکشید، حیا کنید، این شکلی جلو نرید. حالا ما نمیخوام تعیین تکلیف برای مسئولین بکنیم. کارگردان عزیز برنامه احمد آقا میگه که بی حیا داره از حیا صحبت میکنه. واقعا این چیز خنده‌دارش همینه که این انسان بیاد از حیا صحبت بکنه. اولا علمای اهل سنت با ما همکاری ندارن و اگر همکاری بکنن این شرف و افتخار است برای ما که با ما همکاری بکنن. و شما همین جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، این از علمای اهل سنت بودن که از دست ظلم و وحشت و بربریت شما فرار کردن از ایران. همین استاد ماجد عباسی از دعوتگران اهل سنت بودن که بعد از اینکه زندان کردید، شکنجه کردید، ممنوع خروجش کردید، پاسپورتش رو گرفتید، مجبور شد که از ایران بیاد بیرون. شما مگر در ایران کسی بخواد فعالیت بکنه بهش رحم میکنید؟ شما به شیخ زیایی رحم کردید؟ شما به دکتر احمد صیاد رحم کردید؟ شما به مولانا نعمت الله توحیدی رحم کردید؟ شما به دکتر مظفریان شیعه هدایت شده در شیراز رحم کردید؟ شما به کی رحم کردید؟ شما به همین 6 جوانی که امروز در ایران فقط به جرم اینکه حلقات درس در مورد عقیده توحید گذاشته بودن در خانه ها، امروز حکم اعدامشون از چند ماه به این طرف صادر شده که امروز یا اعدام کردن یا اعدام خواهند کرد. امیدواریم که اعدام نشن. و ببینید که چطور دیکته میکنه به مسئولین که باید چیکار بکنن. برای مسئولین بکنیم، ولی اینا صبر و حوصله‌شون هم حد حدودی دارد، ولی از حد حدود گذشت دیگه اون وقتی است که برای شما عرض کنم شما داد فریادتون بلند میشه. بله. در مورد علمای اهل سنت ایشون داره تهدید میکنه اکه تاجیک. دیدید که میگه که هر کس که همکاری بکنه با این شبکه ها خائن محسوب میشه. یعنی هر کس که بیاد
بعد مثال میزنه، میگه در یکی از علمای شیعه بیاد در یکی از رسانه‌های مثلا شیعی بر علیه دولت عربستان و بحرین صحبت بکنه. خب ببینید هیچ دولتی این حق و اجازه را نخواهد داد که از داخل خاکش بر علیش کسی صحبت بکنه. همان گونه که شما حتی به یکی از کسانی که پشت دوربین شبکه نور کار میکردن رحم نکردید، کشتید در ایران وقتی برگشت به ایران و این کار رو خواهید کرد. اگر ما امروز از داخل ایران این فعالیت ها رو انجام میدادیم، بر علیه نظام ایران صحبت میکردیم، مگه شما به ما رحم میکردید؟ و اون علمای اهل سنت که حالا کلیپاشون رو ما مثلا از اینترنت میگیریم، از سیدی فروشی هایی که مثلا در زاهدان هست، در کردستان هست، در جنوب ایران هست، سیدی ها رو میخریم، مونتاژ میکنیم، در شبکه پخش میکنیم و روح اونام خبر نداره اون علما از این که این کلیپاشون پخش شده در این شبکه ها، الا کسایی که دیده باشن از طریق ماهواره. و اجازه هم از اونا نگرفتیم چون میدونیم که اونا زندانی هستن، زندانی در یک زندان بزرگ، و اگر شما اونا رو مجبور بکنید یک روزی بیان در صدا و سیمای شما، در همین شبکه ضلالت شما، در پشت همین دوربینای شما، در جلوی همین دوربینای شما بیان و بعد ما هم بگن، ما اونا رو معذور میدونیم. مثل همون علمایی رو که آوردید با تطمیع و با زور آوردید جلوی دوربین، مجبورشون کردید که اعتراف بکنن بعد بگن به بعضیا. شما که این عادتتونه؟ مگه شما به زن سعید امامی رحم کردید؟ شما به هیچ کی رحم نمی کنید. و این سلاح رو ما از دستتون بگیریم که فردا مثلا این علمایی که ما کلیپاشون رو پخش میکنیم، شما اینا رو بیاری جلوی دوربین بعد ما بگن. تازه محبوبیت ما و محبوبیت اونا در بین مردم بیشتر میشه. چرا؟ چون همه میدونن که شما اونا رو مجبور کردید و اونا زندانی هستن، در زندانی بزرگ به اسم ایران مجبورشون کردید، چاره دیگری ندارند.